قرائت شاه اثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتار سیوم. همین طریق در آن زمان انکشاف ناموزون مدنیت‌های عصر سنگ به عمل می آید. حفریات جانباز قلعه چارکی از آنجا باقی مانده های منزل کلانی گرد شکلی از چوب و قمیش ساخته شده به جماعه قبیلوی عبارت از 100 نفر و بیشتر از آن تعلق داشته پیدا گردید، حیات قبیله های کلتمنار را خیلی برجسته تصویر می نماید. همین نوع منزلی باز هم کلانتر در قرارگاهی کاوتی 7 یافت شد. خصوصیت مدنیت کلتمنار از آلتهای خرد سنگ چخماقی و انکشاف تکنیکی وصله ظاهر می گردد. سنگ چخماق از کوه سلطان اویزداغ به دست آورده می شد. در اینجا کانی سنگ و استاخانه ساخت و پرداخت آلات سنگ چخماقی برلی 3 که به دوره کلتمنار تعلق داشته است پیدا گردید. همچنین از مسکنهای قدیمه بسیار اسبابهای سفاری از جمله سفالهای نقش و نگارین یافت شدند. در کوهستان و محلهای نزد کوهسار آسیای میانه عمومیت قبیلوی سیوم مدنیت حصار مکان یافته بود. این واقعه هم نیالیت کوهستان است، یعنی دوره است که با شرایط مخصوص زندگانی آدمان درنشین توصیف می یابد. نخستین محقق مدنیت حصار اکلادنیکوف جهت‌های نهایت فرق کننده آلت‌های سنگی این مدنیت را که قسم اساسی آنها را اسباب و ابزار قیراق سنگی تشکیل دادند خاطر نشان نموده بود. بازیافت چنین اسباب و آلات در آسیای میانه می باشد. خصوصیت دیگری این مدنیت عبارت از آن است که در بین یادگاری های آن از اسباب های سفاری هیچ یک اثر دیده نمی شود. با عقیده اکلادنیکوف اهل مدنیت حصار اولین برزگران ولایت های کوهستان بوده. در برابر زراعت و چارواداری شکار هم در حیات آنها موقع خود را نگاه می داشته است. بازیافت های توتقبول ساحل چپ دریای وخش در نزدیکی نارک که آنجا در مساحت کلان مکانی بسیار طبقه و پرآثار آن وقته تدقیق می شود، تاریخ پیدایش و جریان انکشاف مدنیت حصار را روشن‌تر خواهد نمود. در توتقبول 4 طبقه مسکون، 2 طبقه مدنیت میزالیت هزاره 10-8 پیش از میلاد و 2 طبقه متعلق به خود مدنیت حصار کشف کردید. در طبقه های مدنیت حصار باقی مانده های آتشدان نیم دایره از سنگ چیده شده، اینچنین خانچه های مخصوصی از دیواره های چند قبطه سنگی بنا یافته پیدا شدند. این گونه صوفچه ها که ظاهراً همچون بنیاد منزل های سبکبار چوبی خدمت می کرده اند، در حفریات های شرق نزدیک نیز دریاب گردیدند. در بین بیشتر از 40,000 مصنوعات عصری سنگ که از حفریات توتقبول به دست آمده است، تبرهای خوبی سفته، کاردهای تیز، ابزارهای دستی خانگی، درفش، پرمه، بیلچه و بسیار آلتهای ساخت و پرداختی چوب موجودند. اسلحه اساسی شکاری از نیزه و سینان عبارت بود که به دسته های چوبی یا استخوانی تیغ نشانده
با موم و شیرش محکم می کردند. قسمت اساسی یادگاری های مدنیت حصار را آلت های کلان سنگ قیراقی تشکیل می نماید. اسباب و آلات استخوانی خیلی کم به نظر می رسد. از حفریات این ناحیه استخوانها اولین آثار آنتروپولوژی اهل مدنیت حصار نیز یافت شدند. موافق اصول رادیوکربی معین کردند که طبقه بالایی مسکون حصار 5150-140 سال پیش از میلاد وجود داشته است. مقرر کردن اساسهای اقتصادی مرحله تدقبولی مدنیت حصار نهایت درجه دشوار است. ولی از مدرک‌های ارخئولوژی چنین برمی آید که آن مسکن شکارچیان و غندارندگان نعمت‌های طبیعی نبوده، بلکه آدمانی نوکک به شکل‌های استحصال کننده خواجگی قدم گذاشته می باشد. اقتصادیات ساکنان قدیمه تدقبول بیشتر به مرحله پیدایش زراعت و چارواداری نزدیک است. یک قطار نشانه و علامت‌ها گواهی می‌دهند که چارواداری موقعی اساسی داشته است. در بین استخوان‌های مقداراً کمی حیوانات که از طبقه‌های مسکونی بیرون آورده شده‌اند، استخوان بز و گوسفند خانگی به نظر می‌رسد. حالا در دست ما بعضی دلیل‌های موجودند که برای معین کردن حدود انتشار مدنیت حصار امکان می‌دهند. این نوع یادگاری‌ها اساساً واحه‌های سرزمین امروزه تاجیکستان را فرا گرفتند. یادگاری‌های مشابه این که در دیگر ناحیه‌های کوهستانی آسیای میانه از جمله در شمال تاجیکستان، فرغانه و ساحل‌های استقکل دچار می‌آیند، متاسفانه تا حال درست آموخته نشدند. تاریخ موجودیت مدنیت حصار و سنه‌های اساسی آثار آن نیز معین کرده شد. معلوم گردید که این مدنیت نه کمتر از 3000 سال، هزاره‌های 6 پیش از میلاد دوام کرده است. یادگاری‌های دوره اول این مدنیت در تدقبول، دوره میانه در کوی بولیان دنغره و نهایت دوره آخری آن در تپه غازیان حصار محفوظ ماندند. مسئله گذشتن از مدنیت حصار به فلوس هنوز به درجه کافی تدقیق نگردیده است. قدیمترین تصویرهای روی سنگ. تصویرهای روی سنگ که برای درک نمودن تفکر بشری قدیم و تصورات نسبت به محیط پیدا کرده او کمک می رسانند، مورد توجه محققان تاریخ باستان قرار گرفتند. در بسیار ناحیه‌های آسیای میانه هزاران تصویرهای در صخره‌ها کنده شده موجودند که مشهورترین آنها تصویرهای سیملیتاش در فرغانه و لنگرکیشت در پامیر غربی می باشد. در تاجیکستان هم چندین محلی این قبیل یادگاری ها را می توان نام برد، چنانچه در قد ساحل زرفشان و شاخه های آن، در سلسله کوه قورمه و دیگر محل ها مقدار زیادی تصویرهای روی سنگ پیدا گردیدند. در پامیر تقریباً 50 محلی چنین یادگاری قید شده است. اکثر این تصویرهای روی سنگ به دوران تاریخ و قسماً به زمان سکیف و سرمدها تعلق دارد. از تدقیق آنها مسئله های خیلی جالبی به میان می آیند که احتمال چند نسل دانشمندان، ارخئولوژها و صنعتشناسان به حل آنها مشغول خواهند شد. ولی از همه جالبتر قدیمترین تصویرهایی در روی صخره‌ها آفریده آدمان عصری سنگ می باشد.
این قبیل تصویرها همگی فقط در یک چند نقطه ها دچار آورده شدند. آنها چی از جهت موضوع و چی از جهت طرز آفرینش خود از چنین آثار هنری دوره‌های بعد فرق می کنند. یکی از فرق‌های مهم تصویرهای قدیمه این است که آنها با رنگ کشیده شدند. تصویرهای خیلی دقت انگیز زرابوتسای واقع در ازبکستان کی هاست که شهرت جهانی پیدا کردند. در بین این تصویرها خصوصاً صحنه شکار گاوان وحشی که شکارچیان روی خود را با عبا پوشیده‌اند جالب توجه می باشد. در نتیجه تحقیقات سالهای آخر معلوم گردید که این صورتها به دوره‌های نیالیت و انیالیت تعلق داشته، احتمال بعضی قبض‌های قدیمتری آنها به زمان میزالیت هم رفته می رسیده باشند. چنین به نظر می رسد که قدیمترین تصویر روی سنگ در آسیای میانه صورتهای مغاره شخته می باشد که در پامیر کشف شده است. در دیوار مغاره نچندان کلانی که در بلندی 4200 متر از سطح بحر واقع گردیده است، صورتهای به دو رنگ کشیده شده محفوظ ماندند. تصویر آدمانی به زیر قنات مرغان پناه برده، گرازها و خرسها خیلی خوب نمایان است. حیوانها در لحظه زخمی شدن از تیر شکارچیان تصویر شدند. بنا به سبک نگارش این صورتها قضاوت کردن ممکن است که آنها نظر به صورتهای زرابوتسای قدیمترند و می توانند به دوره‌های اولی نیالیت یا خود میزالیت نسبت یابند. صورت‌هایی که از دو محل دیگری کوهستان آسیای میانه در نهر سریجس و کورتیکیسای نزدیک مغاره شخته یافت شده اند، به دوره‌های بعدتر به عهد آخر نیالیت یا برنجی تعلق دارند. عصر برنجی گزارش به ساخت قومی پدری. عصر برنجی مهمترین دوره تاریخ انسانیت می باشد. در این دوره چه در ترقیات قوه‌های استحصال کننده و چه در ساخت اجتماعی جمعیت تغییرات جدی به وقوع می آید. استخراج و گدازش معدن و ساختن اسباب‌های فلزی شروع گردیده، آلات استحصالات تکمیل می یابد، در کشت و کار آبیاری صنعی جاری می شود. قریب تمام قبیله‌های آسیای میانه به خواجگی استحصال کننده می گذرند. تدریجاً مسکن‌های بزرگ به وجود می آیند. نهایت در آخرهای این دوره نابرابری مال و ملکی و اجتماعی اوج گرفته، زمینه در آینده به جمعیت صنفی گذشتن را فراهم می آورد. ابتدای عصر برنجی را انیالیت، عصر سنگ و میس می نامند، زیرا محض در همین وقت برابر حفظ انواع زیادی آلات سنگی آهسته آهسته اسباب و مصنوعات میسی هم پیدا و پهن می شوند. انیالیت در جنوب ترکمنستان هزاره‌های 4-3 پیش از میلاد را در بر گرفته، در محل‌های دیگر تا هزاره 2 پیش از میلاد دوام نموده است. عصر برنجی اساساً از آخر هزاره 3 پیش از میلاد آغاز یافته، موجودیت خود را تا قرن‌های 9-8 پیش از میلاد نگاه می دارد. در عهد برنجی قبیله‌های آسیای میانه به درجه خیلی بلندی ترقیات مدنیت مادی و معنوی رسیده. در بین تمدن شهرهای شرق نزدیک و میانه و هندوستان از یک طرف و قبیله‌های پاولژ، قزاقستان، سیبیر، آسیای مرکزی و خیتای از طرف دیگر، حلقه
پیوند کننده گردیده بودند. با وجود این در آثار عالمان غرب میل آشکارا کم کردن نشان دادن اهمیت تمدنی قدیمی مردم آسیای میانه به نظر می رسد. حتی در چنین یک اثر جدی مانند تاریخ انسانیت، ترقیات مدنیت و علم که یونسکو نشر کرده است، راجع به مدنیت عهد برنجی جنوب ترکمنستان چنین سخنها گفته شدند. خصوصیت عمومی آن نسبتاً ساده است. این مدنیت جمعیتی است که نه در یگان جریانگاه پروگرس بلکه یقیناً در خلیج کوچک عمر به سر برده است. تحقیقات عالمان سویتی این گونه ملاحظه های بی اساسی نیگیلیستانه را کاملا رد می کنند. مدرک های تاریخ گواهی می دهند که سهم آسیای میانه در مدنیت عصر برنجی شرق به غایت بزرگ است. به ضمن این قبیله های ایرانی زبان و هندو زبان به کشورهای همسایه هندوستان، افغانستان و ایران محض از آسیای میانه آمدند. آنانی که از این قبیله ها در آسیای میانه ماندند یک اندازه تفاوت پیدا کرده من بعد از همقومانی به ایران و هندوستان رفته خود جدا شدند. ترقیات من بعدی مدنیت آسیای میانه نهایت درجه برتری داشتنی عنعنه‌های دوره انیالیت را نشان می‌دهد. قوه‌های استحصال کننده. با مرور عصرها آلات استحصالات بیش از پیش تکمیل یافته، تکنیک ترقی نمود. یکی از رویه های این ترقیات به پیدایش فلزگدازی آورده رسانید. علم در اختیار خود مدرک های عمیق و دقیقی به وجود آمدن متالورژی ابتدایی را ندارد. اولها آدمان فلزات خودروی را یک نوع مخصوصی سنگ پنداشته با همان اصولی که به سنگ مقرری کار می فرمودند ساخت و پرداخت می کردند. تدریجاً آنها پی بردند که بعضی نوعهای سنگ دیگرگون بوده خاصیتی یازندگی دارند. دیرتر وقتی که انسان از درون خاکستری سرد در نتیجه تصادفاً گداخته شدن معدن سنگ یک پارچه مس را پیدا نمود، فکری از معدن خارج کردن مس یعنی گدازش معدن مس به وجود آمد. تجربه سفالپزی کلالان در کار آموختن فلزگدازی خیلی کمک رسانید. این قدم‌های اولی صناعت فلزسازی ابتدایی با مشقت زیاد گذاشته شده، چنانکه باستانشناسان معین کردند چندین هزار سال طول کشیده است. اما آلات میسی بنابر ملایم بودن خود آنقدر ثمره دلخواه دادن نتوانست. آن وقتی که انسان به میس قلعگی گاه سرمه و مرگ موش همراه کردن را آموخته وضعیت فوراً تغییر یافت، یک نوع فلز برنجی تولید کردید که در برابر یک قطار برتری های تکنولوژی به سبب خیلی سخت بودنش برای وسعت پیدا کردن تهیه آلات فلزی امکانیت فراهم آورد. ولی در عین زمان اسباب و اسلحه سنگین نیز همانا موجودیت خود را نگاه می داشت. انگلز نوشته است مهمترین آنها فلزات، تأکید بابا جان غفوروف،
میس و خلعگی، اینچنین برنجی از همبستگی آنها حاصل شده به شمار می رفتند. برنجی آلات و اسلحه لازمه را به وجود آورد، لیکن آلات سنگی را از بین برده نتوانست. به این کار فقط قدرت آهن می رسید، اما حاصل کردن آهن را حالا نمی دانستند. در آسیای میانه آثار بسیار کانهای میس که در عصر برنجی کشف گردیده مورد استفاده اجداد قدیمه ما قرار گرفته بودند باقی مانده. چنانچه در فرغانه میس را از کان نوکت در کوهستان چتکل و قورمه استخراج می کردند. همچنین کانهایی که در بوکانتاخ و دیگر محلهای کوهسار آسیای میانه یافت شدند از همین قبیل منبعهای مشهور میس به شمار می روند. تدریجاً خیلهای معدنی که در گدازش استفاده می بردند زیادتر گردید. اولها فلزگدازان ابتدایی میس را فقط از معدنهای ترشانیده شده گداخته حاصل می کردند. بعدتر تکنولوژی نسبتاً مرکبتری از معدنهای خیلی وسیع پهن شده سولفید حاصل کردن میس از خود کرده شد. در آسیای میانه قلعگی از کان قرنب واقع در سمت جنوبی وادی زرفشان استخراج کرده می شد. زراعت و چارواداری که در عهد گذشته پیدا شده بود در عصر برنجی به ساحه اساسی خواجگی تبدیل یافته اهمیت شکار کمتر گردید. در جنوب ترکمنستان که دریاچه و جویبار بسیار است، زراعتکاران در وقتهای اول از آبخیزی ها استفاده کرده بیشتر در زمینهای لایقه کشت می کردند. در هزاره 4 پیش از میلاد در اینجا نخستین انشاءات آبیاری پیدا گردید که در تمام شرق پیش قدیمترین انشاءات به شمار می رود. آبانبار صنعی گنجایشش 3,500 متر مکعب، اینچنین کانالهای آبیاری اندک دیرتر در بین هزاره‌های 4 پیش از میلاد ساخته شده کشف کردیدند که آنها به جوی و جویچه‌های زیادی تقسیم شده قریب 150 هکتار زمینی یکی از دهکده‌های جنوب ترکمنستان را آبشار می‌کردند. اولها زراعت اساسی را جوی درده و گندم نرم زیردانه تشکیل می‌کرد. ولی ثانی‌تر چنان که بازیافت‌های باستانی شهادت می‌دهند غیر از جو و گندم، جودار، نخود و انگور نیز به قطار زراعت‌های اساسی داخل گردید. پیشتر داس سنگی به کار برده می‌شد. بعدها جای آن را داس میسی و برنجی گرفت. یقیناً می‌توان گفت که در عین ترقیات عهد برنجی در شدگار و کشت و کار از قوه حیوانات نیز استفاده می بردند. رمه چارپایان اکثراً از بوز و گوسفند عبارت. از حیوانات کاری علل خصوص اسب و شتر نگاه داشته می شد. پیدایش زراعت آبی در بین قوم و قبیله های دیگر ولایت های آسیای میانه نسبتاً دیرتر در آخرهای عهد برنجی به وقوع آمد. معلومات و مدرک‌های بحث ناپذیری هستند که در هزاره 2 پیش از میلاد در خوارزم موجود بودن کانال‌های آبیاری را تصدیق می‌نمایند. از احتمال دور نیست که این گونه کانال‌ها در فرغانه هم بودند. چارواداری در خواجگی این ولایت‌ها نظر به جنوب ترکمنستان حصه بیشتری را تشکیل می‌کرد. در برابر استخراج فلز، پیدایش فلزگدازی، زراعت و چارواداری دیگر نوع‌های استحصالات از جمله کلالی، تهیه آلات سنگی و غیره نیز خیلی ترقی کرده بود. ولایت‌های تاریخی و مدنی آسیای میانه.
سیر ترقیات تاریخی اهل برنجی در قسمت‌های مختلف آسیای میانه یکسان نبود. در این بابت دو ولایت کلان را میتوان ذکر کرد. یکم جنوب و غربی جنوب ترکمنستان، دوم شمال و شرقی قسمت‌های باقی مانده آسیای میانه. مدنیت این ولایت‌ها از هم جداً فرق می‌نمود. در عین زمان میان آنها رابطه قوی و طولانی وجود داشت. در جنوب ترکمنستان مدنیت مقیمی زراعتی که از روی نخستین آثار تحقیق شده مدنیت انو نامیده شده است رواج یافته بود. نخستین کاوش‌های انو با نام کشورشناسی روس کاماروف علاقمند است. بعدها اکسپدیسیه امریکایی با سرداری پامپیلی این کاوش‌ها را دوام داد. با حفریات سالهای 1949-1950 در نمازگاه تیپا به عمل آورده لیتوینسکی تدقیق علمی یادگاری‌های مدنیت انو شروع گردید. سپس این کار را کوفتین ادامه داده نقشه طبقه بندی این یادگاری ها را پیشنهاد نمود که تا امروز اهمیت خود را گم نکرده است. مسون و همکاران او در نتیجه کاوش های چندین ساله متریالی فراوان دایر به تمام مرحله های مدنیت انو به دست آوردند. به این وسیله مسون متریال های آید به تاریخ قبیله های انو را تدقیق و جمع‌بست نموده آنها را بار اول به دایره وسیع مسئله های تاریخ شرق قدیم داخل نمود. در اولهای انیالیت مسکن آدمان فقط از یک در خانه عبارت بود. بعدتر در مرحله های من بعده ترقیات انیالیت اطراف آن را به مقصد مدافعه دیوار می کشند. خانه های جماعتی نیز ساخته می شوند که در هر یکی قوشمنقل گذاشته شده است. تدریجاً تمایل ساختن منزل های سیرخانه پیدا می شود. در آخرهای انیالیت مسکنها باز هم وسیع تر گردیده تقریباً همه آنها از منزل های سیرخانه عبارت می شوند و از چند منزل نزدیک یک محله اقامتی به وجود می آید. ظرفهای سفاری پرنقش و نگار از جهتهای مخصوص مدنیت جنوب ترکمنستان عهد انیالیت تا آخر عهد برنجی به شمار می روند. در عهد برنجی مسکنهای خرد و میانه به مساحتی تا 10 هکتار و دهکده های خیلی کلان شهرستان مانند از قبیل نمازگاه تیپا که تا 70 هکتار مساحت داشت موجود بودند. در دوام موجودیت نمازگاه تیپا که هنوز در عهد انیالیت پیدا شده بود، طبقه مسکونی به قفزه قریب 34 متر رسیده است. مشغولیت اساسی اهالی به طریق پیشتره دوام کرده ولی انواع زراعت بسیارتر گردید. در خواجگی قشلاق آلات میسی و برنجی به وجود آمد و همین قبیل مصنوعات در قطار اسبابهای سنگی به زندگانی مردم نیز بیش از پیش راه یافت. شما گفتاری سیوم را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان در قرائت عبدالرشید خوجامقولov شنیدید. کارگردان شیرعلی نفزلی.